در اون جایی که کسی با نظام الهی مخالفت بکنه، قسم به الله اموتر مردانه گپ بزنید ولو امونجا جا دا جا کشته شم، ولو امونجا جا دا جا کشته شم. دقت کردین؟ در اون جایی که بحث ولا برا بیا اما تو صریح بیان میکنیم. من یک دفعه خطبه داشتم، گپ بعد ابو جای آمد که بیخی حساس بود. در همون صحنه دیدیم که چند نفر از این مردم داخل شدن. شیطان هم واسه میگه شیطان واسه کمی دور افتاده بگو، اما تو واضح گفتم. دقت کردین؟ در اون جایی که بحث ایمان به الله و کفر به طاغوت بیا خوب مردانه میگیم، بحث توحید حاکمیت بیا خوب مردانه میگیم، از جهاد هم که بحث باشه خوب مردانه، از ولا برا. اما اون جایی که یک کسی باز به این نام و به این اصطلاحات همه چیز نقض میکنه، خوب مردانه با اون مخالفت، هر بدی هم که میکنن بکن، هر تهمتی هم که میزنن بزن، هر فتوایی هم که میزنن بزن. ما به خاطر دین الله گپ میزنیم، نه به خاطر راضی ساختن فلانی جوان. او به اولا استاد می تو توقع داری میکنم تو بزنی، تو غلط کردی که می توقعید. ما اگه به خاطر تو گپ بزنم خیلی خوش میتونم تو اعتراضی بکنم که، اما خدا کنه همین لحظه از من ناراض شوی. تو کسی که به خاطر رضایت تو گپ بزنم؟ تو پیش خود چپ کلام بیایی. ما رضایت الله کافی است. ما مطابق شریعت گپ میزنیم، مطابق نیاز گپ میزنیم. متوجه شدن؟ خیلی جوان میده خلاص نه حالا یه صد چی شده؟ ما هیچ چیز نشده، شما مریضین که توقع داری هر غلطی کردی من بیام تایید بکنم. بله چرا؟ چون بترسم. خیلی ها ترس سرچپه گرفتن. خب حالا گفتنش خوب نیست. خیلی از استادا را گفتم ما استادا اینی گپ ضرورت است بیاین موردش گپ بزنیم. استاد گفت برای جنجال جور میشه. نه گفتم میگو. میفهمین؟ نگفتن گپ در اون جایی که ضرورت به گفتن داره ترس است. میفهمین؟ این شجاعت است برای کسی که بفهمه شجاعت یعنی چی. او کسی که در اینجا میآید فقط او گپای را میگه که این امینا برش بگن بله 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 بله. و خطاهای او مخاطبین اولیه خود گفتن نتانه بله با ما مشکل جور میشه. اینی ترس است. و گفتن خطا در جایی که باید گفته شود ولو مشکل داشته باشه، این شجاعت و مردانگی است. میفهمین؟ خیلی ها مطابق نگاه خود قضیه را میاد توضیح میدن. شجاعت و غیرت و مردانگی را مطابق گمان خود میاد تفسیر و تعبیر میکنن. نه، دین صحیح باید بفهمید. خیلی از استادای بسیار نزدیک آمدن استاد کم اینی جنجال برای جور میکنن و ممکن جورم بکنه، هم یال جور بکنه. ما به تقدیر الله ایمان داریم. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. قسم به الله است اگر کمی هم چرتم خراب شده باشه در هیچ موردش بسیار استاد تو مرگ در بیرون میبینی. قسم به الله چند نفر مرگ در بیرون دیدی اگه نفسش استاد چی بس استاد دیگه پارا میزنید اینجا میگردی. گفتم بله میگه پارا میزنم اینجا میگردم. متوجه شدن؟ و باز خلاف اینه چی میگه؟ شجاعت و مردانگی. اینجا که پارا نزن فلانی تو میبینی که چی حالت داره. گفتم داشته باشه. و ما این مکلفیت خود میبینیم که اول باید در این مورد گپ بزنیم. چرا سنجیده پیش نریم؟ اگر ما در نتیجه دعوت خود بتانم در نسل سوم نظام اسلامی بیارم، ما در دعوت خود موفق. و این گپ بر انسانهای ظاهر نگر کم دانشی که مفاهیم نمیفهمند بیعقلی است. میفهمین ما چی میگم؟ شما نسل برین، نسل بعدی هم بره، نسل بعد از او بتانه خلافت به منهاج نبوت در این سرزمین قایم بکنه. ما در دعوت خود موفق. ما امروز بخزم 1000 نفر، 10,000 نفر، 1,000,000 نفر تلفات بتون نظامم بیارم از کلی چیز که خیلی خندتر. من انسان موفقی نیستم. بله نظام با گپ نمی آید، اما شروعش از اینجا است. ما تا زمانی که صحابگونه عسکر نداشته باشم، مبارزه ما به ضرر دین الله تمام میشه و شریعت بدنام میکنم و مسلمان ظلم میکنم و ما بجای از اینکه از مسلمان دفاع بکنم خودم ظالم میشم. نشدیم، راست بگیم نشدیم، کت خود صادق باشیم. مسلمان سنجیده عمل میکنه،
در بدترین حالت سنجیده ترین رفتار مسلمان داره. بعضی ها تصورشان است که هر قدر بجای و بیجای خوب پرجذبه شدن حتما نشانه ایمان است. بعضی وقتا نشانه بیعقلی است. میفهمین؟ جایش باید بفهمین، موضع را باید بفهمین، سنجش باید بکنیم. ما میخواهیم جامعه را تغییر بدیم و تغییر و تحول جامعه با زور آغاز نمیشه، با ساختن انسان ها آغاز میشه. تغییرات بزرگ اجتماعی با نوک شمشیر و میل تفنگ نمی آید، با ساختن انسان می آید. و ما تلاش میکنیم اول خود را بسازیم و بعد دیگران را بسازیم و این کار به مراتب بنیادی تر است ایست که ما برم شمشیر بگیریم 2 نفر را بزنم نفر سیمی مرا. خوب یادم میاد این مراحل ما بسیار با درجه بالاتری از جذبه سپری کردیم. خب همین جوانایی که اینجا ممکنه میاد بسیار بعدش آمده باشه که چی گفته رئیس از همینا کردم ما 100 برابر جذبه بالا. اونایی که برای میشناختن از سابق میفهمن که من چی میگم. یک روز در درس یک استاد چشته بودیم آیات سوره توبه را خواند سوره انفال هم خواند. خیلی گفتم استاد همین نفاقی را که تو هم میگی بعد دارم دمام داری چه وقت میره خلاص میکنی؟ استاد آدم مربی بود، خنده کرد به من، خلاص چیز نگفت. دیگه روز من خواست بیجه رفتم پیشش گفت چند سال درس خوندی؟ سال آخر پانتون بودم 16 سال. گفت تو هم چی میخوایی؟ خب معلوم داد ما چی میخواست. ما به اون کارا آماده بودیم که جوانا کلهشان هم نمیکردن. من گفت این همی کار که تو میخوایی حالا بکن، من 1000 نفر دارم که همی کارا بکنه. خونم 1000 نفر کار که تو میخوایی بکنی رو ندارم من. گفت من نمیخوام تو راز. میفهمی گفتم ما چی میگم؟ خوب گپ ما دقت کنین. خب گفت اونمو کار را که تو از ما تا خود رمیال برات تو بگم که برو تو فلانی کارا بکن. من برای اونمو کار 10,000 نفر دارم که هر کدام کسی که خوب تر کار کرده، مثلا خوب کته هواست، خوب زوردار هواست، خلاص. خوب اون کاری را که تو میتونی اونمو 10,000 نفر نمیتونه بکنه. حالا من بیایم سر تو همون کارا بکنم و تو را عزیز بتونم که یکی از 10,000 نفر میتونست بکنه. من بیام تو را بتونم. من گفت کار نمیکنم. نام استادم بگم براتون بیخیور کافر میگن. این استاد مولوی صاحب سلام عابد و بسیار درس کلام دارم. متوجه شدین؟ ما لگه بخود به مورد استادم به چی بدم؟ ما دقیقا استاد همین نفاق خلاص بکرد. ما گفتم متوجه شدین؟ خوب شاید ما در اونجا گرچه الحمدلله همون وقت درک کردم گپ استاده، اما حال خوبتر درک میکنم. حال من میام همون گپ میگم نه درک میکنم گپ خودم به قناعت قلبی خود میایم اون گپ میگم. پس ما باید بفهمیم این احساسات و عواطف دینی ارزشمند است، بد نیست. من اینا را بد نمیگم، خود تقدیر میکنم هر قدر بالا باشه. فقط یک گپ میگم که این احساسات و عواطف مطابق شریعت و عقلانیت تنظیم شود. میفهمید؟ همین احساسات و عواطف باشه خوبم باشه خوب زیادم شوه، اما چارچوکات شریعت و عقلانیت نقض نکنه. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. گاهی وقتا اینا به هوا مبدل میشه وقتی شریعت نقض کرد و عقلانیت زیر پا کرد. فهمیدین؟